در مقامات اجرایی حکومت دولتی با اشتراک رئیس ولایت ختلون دولتعلی سعید، معاونان رئیس ولایت، راهبران دستگاه، وکیلان خلق، رئیسان شهر و ناحیه‌ها و فعالان جامعه اجلاسی 18 مجلس وکیلان خلق ولایت ختلون دعوت ششم برگزار گردید. در کار اجلاسی یک چند مسئله حل طلب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. همکارانمان در این خصوص گزارش می‌دهند. در اجلاسی 18 مجلس وکیلان خلق ولایت ختلون دعوت ششم که با اشتراک رئیس ولایت دولتعلی سعید و وکیلان خلق از 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون اشتراک نموده راجع به مسئله‌های در روزنامه درج گردیده سخنرانی نمودند. رئیس ولایت ختلون اید به نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی و کارهای انجام داده شده در سال 2023 سخنرانی نموده قید داشتند که سال روان فعالان و اهل مهنت ولایت برای تامین اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرارهای حکومت مملکت چاره‌های دخلدار را عملی نموده در دوره سپری شده ای سال روان نشان دهنده‌های پیش بینی گردیده را با نتیجه‌های مثبت جنببست نمودند. گفته شد که در دوره حساباتی نقشه اندازها و نظرداشت انداز اجتماعی غیر بودجتی در 11 ماه سال 2023 همگی 104.1% تامین گردید که نسبت نقشه 84.4 میلیون سومانی و نسبت همین دوره سال گذشته زیاد می باشد. به ساحه اجتماعیات ولایت و شهر و ناحیه‌ها بیش از 2 میلیارد سومانی روانه کرده شده است. حجم گردش مال و خدمترسانی پولکی متناسباً به 12.9 میلیارد سومانی رسانیده شده نسبت به دوره مقایسوی 28.7% و یا 10.5% افزایش یافته است. ذکر گردید که کارخانه‌های صنعتی ولایت نیز حجم استحصال محصولات را به 10.4 میلیارد سومانی رسانیدند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر می باشد. در ادامه رئیس ولایت ابراز داشتند که سال روان زحمتکشان ولایت ختلون با مهنت صافدلانه در زمین توانستند در تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت حصه ارزنده خود را گذارند. سال روان از شهر و ناحیه‌های ولایت ده‌ها تن محصولات کشاورزی از جمله پالایزی به خارج کشور صادرات نمودند. مساعد آمدن آب و هوا نیز امکان فراهم آورد تا مرد دهقان حاصل پخته خود را به تلف جمع آوری نماید. امسال اکثر شهر و ناحیه‌های پخته‌کار ولایت با نظرداشت پس بودن قیمت اشیاء خام در بازارهای جهانی از اجرای نقشه برذمه داشتهشان با سربلندی برآمدند. شهر لوکن تو ناحیه دوسی از اولینها شده از اجرای دورنمای اشیاء خام پخته در جمهوری از خود درک دادند. با تاکید رئیس ولایت کارخانه‌های منزلی و کمونالی اکثر شهر و ناحیه‌های ولایت نمی‌توانند سری وقت وظیفه به دوش داشته خود را اجرا نمایند. در مرکزهای یکچند شهر و ناحیه‌ها نقطه‌های پرتاب سری وقت تازه کردن نمی شود که این از یک پهلو در سر زدن بیماری‌های سیریتی اساس شده می تواند. امروز زمان فرا رسیده است که مسئولین دخلدار در یکجایگی با دیگر مقامات‌ها کارهای فهماندهی و صحبت‌های سودمند را راجع به سرسبز و خرمگردانی و تازه نگاه داشتن محیط زیست در بین اهالی جانب نمایند. ناحیه‌های وخش و فرخار در دعوت تیرماهی از اولینها شده در مقیاس جمهوری از خود درک دادند. یکچند شهر و ناحیه‌های دیگر نیز در دوره معین گردیده با برگزاری صحبت و واخوری‌ها با قشرهای گوناگون جامعه از اجرای نقشه دعوت تیرماهی سال 2023 با سربلندی برآمدند. با تاکید رئیس ولایت امروز نسل نورس را شروع از مؤسسه‌های تا مکتبی، مؤسسه‌های تعلیمی و دانشگاه و دانشکده‌ها مهر و محبت وطن پاس داشتن مرز میهن عزیزمان را در قلبشان جا نماییم. صحبت و واخوری‌هایی که از جانب کارمندان حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان ریاست کار با جوانان و ورزش که در یکجایگی با دیگر مؤسسه‌ها برگزار می‌نمایند باید از این هم بیشتر براه مانده شود. پس از حسابات رئیس ولایت ختلون دولتعلی سعید طبق روزنامه اجلاسی یکچند وکیل سخنرانی نموده راجع به نتیجه‌های کار وکیلان در سال 2023 اظهار نظر نمودند. گفته شد که وکیلان که به واسطه نماینده خلق می باشند باید در دایره امکانیت‌ها به عرض و مطلب شهروندان رسیدگی نمایند. کارهای ترغیباتی و تشویقاتی راجع به آباد و زیبا نمودن یک گوشه دیار و جلب ساکنان به کارهای جمعیتی علل خصوص تعمیر و منفرش کردن راه‌ها، چراغان‌کنی،
در دایره امکانیت‌ها بنیاد صنفخانه‌های ایلاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی هدایت نمایند. در آخر اجلاسیه 18ام اجلاسیه وکیلان خلق ولایت ختلون دعوت ششم مسئله جاری نامگذاری عاید به قرار مجلس وکیلان خلق ناحیه‌های کوشانیان، خاولنگ و مومن‌آباد برای نامگذاری نمودن مؤسسه‌های تعلیمی به آواز گذاشته شد که از جانب وکیلان هم‌آوازی پیدا نمود.